سلام بچه‌ها، امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. گفتم یه ویدیو ضبط کنم در ارتباط با دوره پایینت اتوماسیون براتون توضیح بدم که الان دوره در حال ثبت نامه و توی این دوره ما قراره که بحث اتوماسیون و نت دیوپس رو با استفاده از زبان برنامه‌نویسی پایتون داشته باشیم. توی این دوره اول یه مرور روی بحث‌های فاندامنتال پایتون داریم و توضیحات و به صورت عملی هم با هم دیگه کار میکنیم. بعد از اون میریم سراغ کتابخونه‌های نیپل، نتمیکو و نورنیر و بحث اتومات کردن نتورکمون رو با استفاده از کتابخونه‌ها و فریمورک‌های پایتون با هم دیگه انجام میدیم. برای اینکه بتونین دوره رو ثبت نام کنین به سایت آکادمی پاسارگاد مراجعه کنید یا اینکه حالا توی لینکدین و بیارهای ارتباطی دیگه به من پیام بدین تا توضیحات لازم رو برای در واقع بحث ثبت نام این دوره بهتون بگم تا بتونین با در واقع خود آکادمی پاسارگاد ارتباط بگیرین و توی این دوره با هم دیگه باشیم تا به یک در واقع نقطه خیلی خوب توی بحث نتورک اتوماسیون و نت دیوپس برسیم. دمتون گرم.